به نظر شما باب اسفنجی واسه بچه هاست؟ با این فکتا فکر نکنم. فکت اول، تو کارتون باب اسفنجی میبینیم که باب اسفنجی و شخصیت ها تو دریا هستن، ولی مگه خود بیکینی باتم توی دریا نیست؟ فکت دو، بیکینی باتم ممکنه منطقه‌ای آلوده به تستای هسته‌ای باشه. بعضیا باور دارن که بیکینی باتم زیر جزیره واقعی بیکینی اتول قرار داره، جایی که آمریکا در دهه 50 میلادی آزمایش‌های اتمی انجام داد. فکت اینه که شخصیت‌ها حاصل جهش‌های ژنتیکی برای کارهای اتمی هستن و اگه دقت کنیم اسماشون هم خیلی شبیهن، بیکینی باتم و بیکینی اتول. حالا که دارم فکر می‌کنم ممکنه ها. حالا اینا رو ول کن، بریم سراغ فکت 3. شخصیت‌ها ممکنه نمونه‌ای از اختلالات روانی باشن. یه فکتی هست که هر شخصیت در باب اسفنجی دارای یک بیماری روانیه. باب اسفنجی ADHD یا همون پیش‌فعالی، پاتریک اختلال رشد ذهنی یا همون اوتیسم، اختاپوس افسردگی شدید، آقای خرچنگ اختلال شخصیت وسواسی یا همون OCD، پلانکتون پارانویا یا همون توهم توطئه، سندی خودشیفتگی علمی. اگه از اینجور فکت‌ها و ویدیوها خوشت میاد حتما چنلمون رو ساب کن و ویدیومون رو لایک کن و واسمون کامنت بذار تا چنلمون رشد کنه.